رنج هستم یعنی چی؟ زودرنج یعنی مردم دنیا مواظب باشید که من وجود لطیفی دارم که پوست ندارم، فوت کنیم دردم میاد، دستم بزنیم به دستم جیرم میره بالا. خب من باید یه پوست کلفتی برای دنیای امروز داشته باشم، برای که با پوست نازک که نمیشه حرکت کرد. برای برای چی میرنجم؟ من مردم قرار مطابق میل من عمل کنن. مگر مردم رو فرستادن گفتن برید از این خانم و آقا شما مواظبت و مراقبت کنید که وجود و خاطر عزیزشون آزرده نشه؟ اصلا توی دنیای ما نداریم عزیز. قرار ما خودمون از خودمون مواظبت و مراقبت کنیم. خب خودمون که دم دست مردم نباید بدیم که اونا یه حرفی بزنن ما آزرده بشیم. خب بزنن، حرفشون درسته، یه توجهی میکنیم ببینیم دلمون میخواد باش کاری بکنیم، حرفشون غلطه خب بزنن. بعدم شما به مطالعات نگاه کنید 98% حرفای مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی ما نداره. ما حرفای مردم رو تبدیل به کار و چاقو میکنیم به خودمون میزنیم.